سلام، وقت همگی بخیر. این ویدیو رو برای کسایی ضبط میکنم که میخوان از بیان دو تا اینترنت رو با هم یکی کنن و از دو تا کانکشن فعال همزمان استفاده کنن برای اینکه سرعت اینترنتشون بالاتر بره و اینترنت پایدارتری داشته باشه. یکی از راههای اینکه بتونید از دو اینترنت همزمان استفاده کنید اینه که بیاین مثلا اینترنت گوشیتون رو شیر کنید و ارتباط اینترنت مودم ADSL تون هم داشته باشید. توی ویندوز 8، 10 و 11 میتونید وارد کنترل پنل بشید، قسمت نتورک اند شیرینگ سنتر و چنج ادپتر سیتینگز. اینجا کانکشن های فعالتون رو میبینید. همینطور که ببینید من یه دونه کانکشن وای فای دارم که دارم ازش استفاده میکنم و سرعت اینترنت هم با این یه دونه کانکشن، حالا من یه فایلی هم گذاشتم برای دانلود که سرعتشو بهتون نشون بدم. اینجا ادامه رو میزنم. همونطور که میبینید روی سرعت دانلودش الان 700 کیلوبایت، 900، نهایتا به 1 مگ به زور میرسه. چند ثانیه هم نگه میدارم که ببینید بیشتر از این نمیشه. خب اینو نگه میدارم. حالا میام اینترنت گوشیمو که با کابل وصل کردم فعال میکنم. با کابل، یعنی با کابل با سیستم وصل کردم، اینو فعال میکنم. این اینترنت گوشیم اومد. اینم دارم. حالا میام هر دوی این لن ها رو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم، یه بریج کانکشن میسازم. همینقدر صبر میکنم این از حالت آیدنتیفاینگ در بیاد. این اوکی شد. اگه روش دوبار بزنید سرعت هم میزنه. حالا همین دانلود رو دوباره براتون ادامهش رو میزنم. سرعت رو ببینید 6 مگابایت بر ثانیه. من دو اینترنت رو با هم مرج کردم. اوکی؟ امیدوارم که به دردتون بخوره، ازش استفاده کنید. البته میگم راههای زیادی داره، یکی از راهاش اینه. باز اگر مشکلی داشتید در خدمتتون هستم، میتونید بپرسید. موفق باشید.